کیسای ما که کنسل شد ما باز به افغانستان برگردیم. اولی کاری که میشه که در افغانستان برسیم خودمون میکشن. این پناهنده افغانستانی طبق برنامه کوچبندی اجازه سفر به امریکا را گرفته قرار بود ماه فوریه از پاکستان به ایالات متحده رود، اما فرمان دونالد ترامپ پرواز او را بیکار خواهد کرد. رئیس جمهور نو برنامه مهاجرت به امریکا را قطع کرد. واقعا سخت نگران شدم چون نگرانی خودم به صورت چون طفلان ما و خانم ما بسیار نگران است. میفهمم افغانستان به چیزی نیست که مثلا خدای نکرده اگه کارهای ما کیسیای ما که رد شود ما در افغانستان بریم بارمی زندگی کرده نمیتونیم چون وضعیت افغانستان بسیار خراب است. بیش از 1600 پناهجوی افغانستانی که اجازه سفر به امریکا را داشتند اکنون از آن میترسند که سرگردان خواهند شد. ما رو میگم ما که در افغانستان که همراه امریکایی کار میکنیم کلیگ ما رو میگم شما کافر هستین. گروه های حامی حقوق پناهجویان طلب دارند که برنامه اجرا شود. آنها هزاران نفری را که پهلو به پهلو با نظامیان امریکایی بودند کنار میگذارند. پس از بازگشت طالبان و بیرون شدن نیروهای امریکایی تقریباً 200,000 گریزه افغان به امریکا انتقال یافتند. اکثریت در پاکستان پناه بردند و اکنون از آنجا رانده می شوند. مدت 1 سال می شود که در پاکستان در یک حالت بعد بی سرنوشتی قرار دارم و فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان روز به روز متاسفانه که افزایش می‌یابد و این وضعیت باعث نگرانی از آینده پر از چالش‌های حقوقی و امنیتی است. جناب ترامپ، من چون یک افغانی صحبت میکنم که شاهد وحشت جنگ و ناعدالتی ها شده است. روند مهاجرت را آسان کنید تا ما توانیم آرام زندگی کنیم. زنان و کودکان افغان را که آسیب پذیرند دستگیری نمایید. فرمان ترامپ درباره مهاجران 27 ینور به اجرا می درآید.